نه مادر نه جان برای چی خریدیم؟ تربوز چی برای عزیزم؟ تربوز خریدیم نه جان. پیسه بچه کنید دوزی نکرده باشی. نه دوزیر چی؟ لاره نگرفته باشی. 300 روپیه تو خریدیم خود تربوز. 1 روپیه نداشتی. 300 روپیه. کیف من دوزی کردی. 300 روپیه. 400 روپیم گم شده. با خدا 300. با قرآن 400 روپیم گم شده. پیسه تو نیست والا. پیسه ماست. با خدا. او بچه ماست. نیست. خدا سلی من راست بگو قسم بخور. نیست پیسه تو. پیسه من 300 روپیم. نه 300 روپیه تربوز خریدیم به قیمتی شده. آه بچه من تو قیمتی شده که ایران مانی. به قیمتی شده. مادر. 300 روپیه تربوز خریدیم به قیمتی شده به خدا. بیخی. مادر. اما بخیت هیچ خواهو نبرد مرا به خدا. تو به خدا خواه نمیده دوازه میشم. هیچ خواهو نبرد به خدا. 300 روپیه تربوز خریدیم. 300 روپیه تربوز خریدیم شما تو خواه نموندی. به خدا چه قیمتی شده 300 روپیه تربوز با خدا خریدیم. بعد از 18 سال بعد تو دم یک تربوز آوردی تو بیکاری خدا زدگی حال میگی که من تو یک تربوز آوردم. 300 روپیه خریدیم. دوازه میشم کس مادر خواه بدور میکنه خاطر یک تربوز. به خدا 300 روپیه خریدیم. بگی پیسه تو بگی. نه. خجیوانه که تو برای آخر بچه پدر